بچه‌ها خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. شاید میشه ویدیو امروز ما رو برای بچه‌ها توضیح بدی؟ چالش امروزمون چالش 5 ثانیه که فکر کنم دیدید. ولی این سری اینطوری نیست که اصلا سرمون بره توی مجازات این ویدیو رو هر کی که ببره توی ویدیو بعدی مشخص می‌کنه. آره الان مشخص نمیشه، الان فقط برنده اینجا مشخص میشه و مجازات ما توی ویدیو بعدی انجام میشه. یعنی حالا هر اتفاقی که افتاد توی ویدیو بعدی مجازات انجام میشه و شما اول ویدیو حتما مجازات رو میبینید. آره. خب مجازات رو اینجا میگیم توی کانال. سوالا رو مامان بنده پشت صحنه هست، سوالا رو میپرسه، ما اینجا تایم داریم، تایم رو میزنیم و نشون بده بچه‌ها. خب تایم رو میزنیم، اگه گفتیم زودتر از این تایم که هیچی، یه دونه حساب میشه، ولی اگه نه اون دور دیگه حساب نمیشه. کلا نفری 10 تا سواله، یعنی 10 تا سوال من، 10 تا سوال شادلین، در مجموع هر کی که تعداد بیشتری جواب داد برنده اون مسابقه است. خب مامان آماده ای؟ اول از کی میخوای بپرسی؟ خودت بگو. از شادلین. هر موقع سوال پرسیدی من از سوال پرسید تموم شد دقیقاً. آره. آره. آماده ای؟ آره بپرس. شادلین 3 تا سریال کمدی. فسیل نمیدونم. اولی شادلین باخت. خب تمام انصراف. جوابش نوشته؟ آره. جوابش نوشته. پایتخت. خب یونخه متهم گریخ. دیدی؟ خب شادلین آماده وایسا، سوالی که پرسی تایمو بزن. خب نفر بعدی منم، بپرس. 3 تا کاری که نباید تو سینما ما اونا رو انجام بده. داد زدن، تخمه خوردن و چی بود؟ فیلم یه وای دو تا رو گفتم. من خدای نزدیکتر بودم دیگه، دو تا من گفتم تو یه دونه. ولی برای حال که هیچ سوال بعدی دیگه 3 تا کاری که تو مدرسه نباید اون انجام بدی. آشغال نریزیم، قوانین رو رعایت کنیم، به دوستان احترامی نکنیم. درسته. یه امتیاز. با آسون نپرس از این دیگه. فیلم سینما آسون نیست. شایان نوبت تو. خب من 3 تا سبزی نام ببر. 3 تا سبزی: نعنا، جعفری، پیازچه. یس. خب نفر بعدی شادلین. شادلین من میزنم 3 تا چیزی که میشه بشین اونو با خودمون ببریم دریا. دمپایی، لباس، حوله. درست. وایس الان کلا چند تا سوال شد؟ 3 تا شادلین که 2 تاشو جواب داد، فعلا من 2 تا. خب نه تو یکی. 2 تا دیگه. یکی. الان یکی دیگه دارم. حواستون باشه. نه تو یه دونه امتیاز داری، من 2 تا امتیاز. بابا کلا تعداد سوالا رو داریم. شایان 3 تا فیلمی که مهناز افشار توش بازی کرد. آخه من خود مهناز افشار رو به زور میشناسم. آخه این سوال چجوری جواب بدم؟ این نمیدونم. خب آقا واقعا نمیدونی؟ نه دیگه اصلا نمیشناسین. حالا میشناسم ولی نگی اینجوری همین سریالاشو باشه. بدونم. زود نکنیم. ای بابا 3 تا 2 تا 3 تا یکی. حواستون باشه. بعد توی ادیت بنویس. 3 تا درخت نام ببر. کاج، صنوبر، سر. چی؟ سر؟ آره سر. درخت سر. سر داریم. شایان 4 تا 3 تا. من 3 تا برند موبایل نام ببر. نوکیا، اپل، سامسونگ. رئیس. خیلی آسان. 4 تا 2 تا 4 تا 3 تا. شادلین نوبت تو. میدونم. اینو میدونم 100% شادلین نمیتونه جواب بده. اشکال نداره. نه دیگه اومد. دیگه اومد. 3 تا از شهرهای مازندران نام ببر. مازندران. اشتباه. شیراز. استانه. اشتباه تمام. اون استانه میگه شهر نه استان. رشت این تهران. سوالاشو از من نمیپرسی بدن. ماما رشت تهران. بعدی من. شایان نوبت توه. 3 تا برند کتونی نام ببر. آدیداس، نایک، جردن. یس. من وایسا. من 5 تا 3 تا، تو 5 تا 3 تا. مساویم الان. شادلین تو 3 تا کلمه که وقتی خوشحالی اونی میگی. حالم خوبه. هیجان زده شدم. شوق زده شدم. شوق زده شدم چیه؟ اشتباه دیگه. شوق زده شدن نداریم که. تمام اشتباه. الان تو جلویی؟ الان تو 6 تا 3 تا. الان اگه من اینو جواب بدم از تو جلو میافتم. خب موتور خودت ساخت مامان به خاطر من. شایان تو خب آماده وایسا سوال بپرسه بعد بزن. تقلب نکن. 3 تا مدل از کیک رو نام ببر.
3 تا مدل از کیک دیگه چیه؟ من کیک می‌دونم. روسی، کیک لاله‌ای، کیک بلبلی. کیک موزی، کیک توش رنگی، کیک شکلاتی. خب این میشه تم دیگه. خب دیگه شما اینجا نوشته 3 تا مدل از کیک نام ببر. خب بگو تم مدل. خب بشه دیگه جواب ندادی. دیگه جواب ندادی، قبول نیست. مساویم هنوز وای. 6 تا هر دو 6 تا 3 تا. بعد من به یه چی بگم. شادلین، شما. یه وایسا با من میخوام مجازاتم اگه من بردم میخوام مجازات همین تو ویدیو بگم تو ویدیو بعدی اجراش کنی. خب چون یه چیزی شادلین، بله. شالی آماده. 3 تا حیوانی که اصلا صدا ندارن، بی صدا. مگس، پشه، اینا همه مگه صدا همه دارن. تمام شد. مگه از بیز 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 میگه. مورچه. پشه هم که صداش قشنگم که مشخصه. چیه جواب چیه؟ خرگوش، ماهی، لاک‌پشت، خرگوش حلزون. صدا داره حلزون. نه من که صداشو نشیدم رسمی حق با از نه. خب دست حالا من بردار. خب. حالا کی تا اینجا کی بنده است؟ فعلا مساویم 7 تا 3 تا 6 تا 3 تا. شایان تو 3 تا میوه قرمز نام ببر. سیب، انار، هندوانه. البته خب هندونه رو نمیشه گفت میوه است، اون سیفیجاته. بالاخره دیگه خب آلبالو. نه نمیشه. درسته دیگه. نه امتیاز نمیگیری، هندونه حساب نیست. نه اه. مساویم. نه. الان وایسا داور باید بگه. داور. مامان هندونه نیست. هندونه جز سیفیجاته. خب الان مثلا تو نمیگفتی یا اتفاقی نه دیگه میافتاد. قبول نیست دیگه. مساویم. تو فرنگی بود، انار بود، آلبالو بود، حالا من گیلاس یادم بود. بود رسمیه ولی خب اینا رو میتونستی نام خب ببری. داشت بزن داشت مواظب باش. بگیر دیگه بگیر. حواسم. شادی نوبت آروم تو. بگیر. خب هشتمین سوال. سه تا. ساعت دوتای آخر یعنی 2 تا دیگه شادین داره 2 تا دیگه من با هم دیگه برابریم الان. خب الان فعلا برنده مشخص نیست. میریم برای سوال هشتم. مامان بپرس. 3 تا سوالی که تو هم 24 ساعته از مامانت میپرسی. غذا چی داریم؟ میشه بریم بیرون؟ میپرسی. تمام. مامان تو رو خود از داده سخت بپرس. مامان وایسا حواسم وای، وای، خرابه. میخوام وای، تمرکز وای. کنم. خب شایان تو 3 تا میوه که داخلش هسته نداره. هسته نداره. میوه ها میوه گلابی. شد. همه هسته دارن که. چرا توت فرنگی نداره، آناناس نداره، واو. موزم نداره. این آخر سوال منم. خب چندی؟ الان ما هر کی اینو جواب بده اون مساوی. که جواب نده بازی رو مامان باخته. داستان بخواد الان من 8 تا 3 تا بخشید 9 تا نه دیگه 9 تا 3 تا 8 تا 3 تا 8 تا 3 تا دو تا. نه 9 تا 3 تا 9 9 تا 3 تا. مامان من نگاه کن. به من ربطی نداره، من اصلا ببین خوشم نمیاد. خب زودتر نزن. نه حواسم هست تقلب نکن. شادلین 3 تا غذا که توش بادمجون داره. بادم جو سرخ کرده. ولا شو اگه ولا تو شو. هم اینو نتونستی جواب بدی مامان یه سوال دیگه آره بپرسه. یه سوال دیگه میپرسه که برنده مشخص 3 میشه. تا از محله های تهران. محله‌های تهران، نیاوران، فرشته با سالما. میخواستم بگم نازیاباد. از کات بیرون نیاد. وای میخواستم بگم نازیاباد. چی شد؟ الان مساوی شدیم. سوال طلایی. سوال طلایی اینم اگه نتونیم جواب بدیم وای. چی؟ اینو من بپرسم من میدونم 100% بلد نیستی. نوبت کیه؟ شادلین نه مامان تو رو. باید بپرسه ندم جی نه باید بپرسه. دیگه اومد دیگه دیگه چیکار اومد. بخواستم اونجوری من. این تقلب حساب میشه وگرنه شادلین باید شادی حساب فیلم میشه. شادلین دیگه، آره 3 تا غذایی که داخلش کشک داره. آش. آها این چه سوالیه؟ بگو خود بگو اگه راست میگی. آش، کشک بادمجون، دیگه بگن کله جوش. دیدی راحت بود. آه. خب وایسا 3 وایسا بگه. میدونم. شایان شما خب بگو. 3 تا از وایسا نگفته داره میزنی. 3 تا از محله های عبادت. مسجد مدرسه زیارت عاشورا. تموم شد. خب بلای عبادت چی آخه چی میشه؟ خب رقم یه چی دونه شد؟ دیگه یه دونه دیگه نه، تو باید برنده بازم یه مشخص دونه بشه. دیگه. آره. باش. بگی جواب باشه حواسم هست. شادلین تقلب نکنی ها. 3 تا محل برای درس خوندن. مدرسه، کتابخونه، مسجد.
مسجد کی درس میخونه که مسجد آدم درس نمیکنه که مدرسه بود، کتابخونه بود، دانشگاه دیگه مسجد کی درس میخونه اون سنجاق سرتو چرا برداشتی از رو سرت؟ خب من اینو دیگه شایان بگو این بلد نیستی من میخوام بپرسم 3 تا کشور ساحلی دریای خزر. در دریای خزر لنگرود چمخاله تموم شد شایان کشور کشور تو بودی شهر کشور وای بابا خیلی بد میخونی بابا شایان گفتم 3 تا کشور. گفت کشور منم شاهدم وای خب من بلد بودم آذربایجان ارمنستان روسیه خود ایران هستن خب من دیگه چی نگفتم. حواست باشه بابا شد؟ یه سوال دیگه همینجوری داریم می‌ریم. شایان شاد منه شادلی حواست باشه 3 تا خزنده نام ببر. خزنده یعنی دوزیست آها قورباغه لاک‌پشت خزنده خزنده یعنی چی میخزه مار سوسمار خودم متوجه نشم یه سوال لطفا نه نه تمام دیگه شد. من قبلی متوجه نشدم بپرس رها نداره قیافت اونجوری نکن. متوجه نشدم شایان تو 3 تا کلمه که توش بند وایسا بذار سوالشو بپرسه نه سوالشو بپرسه قشنگ تموم کنه 3 تا کلمه که توش بند به کار برده. دستبند آها. گردنبند آها. کمربند آفرین. برنده این دور از مسابقات شایان رئیس شادی بازنده از کار فرار کرد لطفا یه سوال دیگه خواهش می‌کنم. مجازات شادی توی ویدیو بعدی اعلام میشه شادی تو کات از کات الان خارج الان شد. نه مجازاتو بگو دیگه می‌خوام آقا الان یادم نمیاد خب خدا بعد نگهدار. میگیم بچه‌ها نه، این باید بود همین ویدیو اشکال نداره توی این ویدیو الان یادم نمیاد شادی. این بود بچه‌ها ویدیوی امروز ما چالش 5 ثانیه که شالین بازنده در مقابل شالین برنده. یه تشکر میکنم از مادر گرامی پشت خواهش صحنه می‌کنم. که سوالا رو پرسیدن. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زنگولی بغلش مجازات هم توی ویدیوی بعدی. فعلا باشه، خداحافظ. چیه؟ آخه الان یادم نمیاد.